سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه از چنل خودتون. امروز قراره بریم سراغ یه موضوع عجیب و مرموز دیگه و اونم بازیگراییه که به خاطر سنگین بودن نقششون یا همونجا جون خودشون رو از دست دادن یا اینقدر روح و روانشون خورد شد تا دیگه نتونستن ادامه بدن. توی این لیست 8 تایی از این بازیگرا قراره علت مرگشون رو با جزئیات کامل بهتون توضیح بدم و بگم که اصلا چی شد که اینا مردن. بریم سراغ این ویدیو. بازیگر اول هیث لجر در نقش جوکر توی فیلم شوالیه تاریکیه. جنازه هیث لجر توی سال 2008 و زمانی که فقط 28 سالش بود توی آپارتمانی که توی نیویورک داشت پیدا شد و مرگش رو رسما به خاطر مسمومیت دارویی اعلام کردن و انگار یه ترکیبی از 6 داروی مختلف که برای بیخوابی و اضطراب و درد مصرف کرده بود باعث مرگش شده بود و خیلی‌ها باور دارن که این همه مشکلات روانی بابت ایفای نقش جوکر بوده که باعث شده بمیره. هیث لجر واسه اینکه برای نقش جوکر آماده بشه و خودشو با این شخصیت مچ کنه 40 روز توی یکی از اتاقای هتل قرنطینه کرد خودشو و یه دفترچه‌ای هم داشت به اسم دفترچه جوکر که پر شده بود از نوشته ها و عکسای دیوانه‌وار و حتی صفحه آخرش هم نوشت بای بای. بعدها خواهرش هم راجع به این موضوع گفت که اون از این که این نقش داره روح و روانش رو میخوره واقعا ترسیده. کریستوفر نولان و بعضی از بازیگرای دیگه هم راجع به این موضوع گفتن اون انقدر توی نقشش غرق شده بود که حتی بعضی وقتا ساعت‌ها با گیریم و لباس جوکر تنها میموند و با خودش صحبت میکرد. از اونورم بازیگر فیلم شوالیه تاریکی مایکل کین تعریف میکرد که یه بار موقع ضبط اینقدر از هیث لجر ترسیده بود که دیالوگش رو فراموش کرد. فقط 6 ماه بعد از پایان فیلمبرداری فیلم شوالیه تاریکی مرگ لجر اتفاق افتاد و زمانی که فیلم اکران شد همه میگفتن که این بهترین نسخه جوکره و بعدش هم حتی اسکار بهترین بازیگر مکمل رو هم بهش دادن که توی اون مراسم خیلی صحنه دردناک هم شده بود. اما بعد از لجر خیلی از بازیگرایی که نقش جوکر رو بازی کردن مثلا خواکین فینیکس گفتن که این نقش روی روح و روانشون خیلی تاثیر عمیقی گذاشته، اما بازم با این حال هیچ کدومشون به اندازه هیث لجر بهای سنگینی ندادن. بازیگر دوم ریور فینیکس در نقش مایک توی فیلم اسم منو ایستاده تحمل کنه. ریور فینیکس توی سال 1993 جلوی کلاب وایپر روم که متعلق به جانی دپ بود از حال رفت و تشنج کرد و زمانی که فقط 23 سال داشت با مصرف ترکیبی هروئین و کوکائین قلبش ایستاد و جون خودش رو از دست داد. قبل از مرگش تو نقش یه معتاد خیابونی تو فیلم اسم منو ایستاده تحمل کن داشت کار میکرد، فیلمی که خیلی از صحنه‌هاش واقعی بودن چون خود ریور فینیکس هم سالها داشت با احتیاط دست و پنجه نرم میکرد. اینم اضافه کنم که این فیلم هیچ وقت تکمیل نشد. برادرش خواکین فینیکس هم زمان مرگش کنارش بود و التماس میکرد که کسی بیاد کمک. آخرش هم خودش به اورژانس زنگ زد و زمانی که آمبولانس رسید دیگه کاری از دستشون بر نمیومد. ریور همیشه میگفت دلش نمیخواد مثل ستاره‌های هالیوودی بشه که آخرش با مواد خودکشی میکنن، ولی دقیقاً دچار همین سرنوشت شد. بعد از مرگش هم برادرش خواکین چندین سال از سینما دور شده بود و وقتی که برگشت اسکار بهترین بازیگر مرد و واسه نقش جوکر گرفت. جالبه بدونین که لئوناردو دیکاپریو هم دقیقاً همون شبی که ریور فینیکس مرد اونجا بود و خودش هم یه جا گفت که اون جلوی چشمام ناپدید شد. بازیگر سومی که به خاطر ایفای نقشش جون خودش رو از دست داد برندون لی واسه ایفای نقش اریک داون توی فیلم کلاغه. برندون لی که جالبه بدونین پسر بروس لی هم هست توی سال 1993 حین فیلمبرداری فیلم کلاغ با شلیک واقعی گلوله کشته شد. قضیه اینه که توی اون سکانس تفنگی که شلیک میشد از لحاظ فنی باید ترقه شلیک میکرد، اما انگار از اونجایی که توی فیلمبرداری قبلی یه تیر واقعی توی این تفنگ بوده و بعدش هم هیچکی دیگه نرفته چکش کنه، حین ضبط یکی از سکانس‌های برندون لی تیر واقعی به شکمش برخورد کرد و در حالی که فقط 28 ساله بود و کلاً هم 8 روز به پایان فیلمبرداری اون فیلم مونده بود جون خودش رو از دست داد. عوامل این فیلم هم با استفاده از تکنیک‌های بدلکاری و جلوه‌های ویژه این فیلمو تمام کردن و یه سال بعد از مرگ برندون این فیلم اکران شد. از اون موقع به بعد دقیقاً مثل پدرش بروس لی شایعه نفرین خانوادگیشون دوباره فراگیر شد، چون بروس لی هم توی سال 1973 و زمانی که توی اوج شهرت خودش
خودش بود به طرز خیلی مشکوکی مرد و حالا خیلی‌ها میگن که خانواده‌شون جمعاً نفرین شدن چون هیچ کدومشون به سن 33 سالگی نمیرسن. برندون 28 ساله بود که مرد و بروس لی هم 32. جالبه بدونین سنگ قبر برندون لی کنار پدرشه و روی سنگش نوشته که چون نمیتونیم مرگ و فراری بدیم بیاین عشق رو نگه داریم. چهارمین بازیگر این لیست پاول واکر به خاطر نقش برایان اوکانر توی فیلم سری و خشن. البته خیلی نمیشه گفت واسه ایفای نقش توی این فیلم بود که جون خودش رو از دست داد، ولی یکم ممکنه به هم دیگه ربط پیدا کنه. پاول واکر توی سال 2013 زمانی که داشت واسه خیریه خودش پول جمع می‌کرد، سوار پورشه دوستش شد و با سرعت 150 کیلومتر بر ساعت توی یه جاده 70 کیلومتری میرونه و باعث میشه ماشینش از جاده خارج بشه و به یه درخت بخوره و آتیش بگیره. پاول واکر توی اون زمان داشت سری و خشن 7 فیلم برداری میکرد و از اونجایی که هنوز نصف فیلم باقی مونده بود برادرش کالب و کودی بدلکاری کردن و با CGI صورت پاول رو گذاشتن روی بدنشون تا اون فیلم هر طوری شده تموم بشه. اون همیشه میگفت که عاشق ماشین و سرعته، ولی هیچ وقت فکرشو نمیکرد که همین عشق باعث مرگش بشه. از اون ورم مرگ این بازیگر باعث شد قوانین خیریه ها و حتی تست سرعت توی هالیوود خیلی سختگیرانه تر از قبل بشه و طرفدارای این بازیگر هم هر سال توی سالگردش جمع میشن و یادشو زنده نگه میدارن و حتی یه جمله معروفی هم داره که روی خیلی از ماشینای آمریکا هک میشه و اونم اینه که اگه یک روز منو سرعت بکشه ناراحت نشو چون من داشتم لبخند میزدم. بازیگر بعدی ناتالی ووده که احتمالاً به خاطر فیلم طوفان مغزی جون خودش رو از دست داد، فیلمی که حتی بعد از مرگش اکران شد و شکست خورد. ناتالی وود تو سال 1981 به همراه همسرش رابرت واگنر و همبازیش توی فیلم طوفان مغزی کریستوفر واکن سوار یک قایق تفریحی شده بودن، اما همون شب غرق شد و جنازه‌شو صبح پیدا کردن و علت مرگش هم به صورت رسمی مشکوک اعلام شده. ناتالی وود اون موقع داشت روی یه فیلم علمی تخیلی به اسم طوفان مغزی کار میکرد که نقش یه زنی رو داشت که به خاطر آزمایشایی که روی مغزش انجام میشد قدرت‌های خیلی خاصی پیدا میکرد و همیشه هم از آبهای عمیق وحشت داشت و میگفت هیچ وقت تنها توی قایق نمیتونه بمونه. شاهدین عینی میگفتن که اون شب بحث خیلی شدیدی بین ناتالی و همسرش صورت گرفت و توی سال 2011 دوباره پروندهش باز شد و مرگش از تصادفی به نامشخص تبدیل شد چون کبودیای روی بدنش این احتمال ایجاد کردن که شاید هول داده شده. کریستوفر واکن هم که همبازی ناتالی توی فیلم طوفان مغزی بود تا سالها راجع به این موضوع سکوت کرد و تنها چیزی که بیان کرده بود اینه که هیچ وقت نفهمیدم اون شب چه اتفاقی افتاد. مرگ این بازیگر تا امروز یکی از بزرگترین معماهای هالیووده و خیلی هم میگن فشارهای روانی که نقشش داشت به زندگی شخصیش نفوذ کرد و باعث شد که اون شب کنترل همه چیز از دستش خارج بشه. اگه دنبال تئوری‌های کمتر شنیده شده و جدید راجع به فیلم و سریال مختلف هستین، بد نیست بدونین که این چنل دقیقاً تمرکزش روی همین بخشه و علاوه بر همه اینا آخر هفته هم یه سری ویدیوهایی داریم که توشون یه سبک خاص از فیلم و سریالا رو بهتون معرفی میکنم. اگه اینجور محتوا رو دوست داشتین و بهش علاقه‌مند بودین، چنلمو برای دسترسی راحت‌تر سابسکرایب داشته باشین تا گمش نکنین. بریم سراغ ادامه ویدیو. بازیگر ششم جیسون دیوید فرانک به خاطر ایفای نقش تامی توی پاور رنجرز. توی سال 2022 داخل یکی از هتل‌های تگزاس خودش رو دار زد و در حالی که 49 سال داشت دچار افسردگی خیلی شدیدی شده بود. خیلی‌ها خبر نداشتن از این موضوع، ولی توی سالهای آخر زندگیش داشت دوباره نقش تامی رو توی یکی از پروژه‌های خاص پاور رنجرز بازی می‌کرد و طرفدارا هم خیلی منتظرش بودن. از اونورم حتی قرار بود که توی یکی از پروژه‌های نتفلیکس هم شرکت کنه. جیسون همیشه میگفت که من تامی نیستم، تامی منه. نقش تامی از یه ضد قهرمان به محبوب ترین رنجر تاریخ تبدیل شد و تقریبا 30 سال با این نقش زندگی کرد. از اونورم بعضی وقتا فشار انتظارات طرفدارا خیلی داشت دیوونش میکرد. جیسون بعد از اینکه از همسر دومش جدا شد، توی صفحه اینستاگرامش نوشت که دیگه نمیتونه ادامه بده و چند ماه بعد خودش رو دار زد که باعث شد طرفدارای رنجرز خیلی شوکه بشن. بازیگر یا بهتر بگم بازیگرای بعدی ویک مورو در کنار 2 بچه دیگن که توی فیلم منطقه گورگومیش جون خودشون رو از دست دادن. داستان از این قراره که توی سال 1982 توی صحنه فیلمبرداری فیلم منطقه گورگومیش هلیکوپتر بالای سر ویک مورو و اون 2 بچه ویتنامی که 6 و 7 ساله بودن زیادی از حد پایین اومد و از اون ور مواد منفجره خیلی زودتر از معمول منفجر شد و باعث شد که هلیکوپتر بالای سرشون بیاد قشنگ روی سرشون. Off to leaves the scene. Will come across in a second. And caught the people with the main rotor blade.
ویک مورو داشت یه سکانسی رو بازی میکرد که توش یه سرباز آمریکایی توی جنگ ویتنام داره 2 بچه رو از وسط انفجار نجات میده، اما چیزی که توی داستان میخواستن اتفاق بیفته توی واقعیت اتفاق افتاد. این حادثه باعث شد قوانین ایمنی توی هالیوود به طور کامل عوض بشه و دیگه هیچ وقت به بچه‌ها اجازه نمیدن که توی صحنه‌های خطرناک حضور داشته باشن و از اونورم اتحادیه بازیگران کلی قوانین سفت و سختی اعمال کرد. کارگردان این فیلم جان لندیس و چند نفر دیگه رو محاکمه کردن ولی بعدش تبرئه شدن، اما این دیگه یه لکه‌ایه که تا آخر عمرش روی کارنامه این کارگردان میمونه. این فیلم توی سال 1983 اکران شد ولی صحنه مرگ ویک مورو و اون بچه‌ها رو هیچ وقت نشون ندادن و فقط به عنوان یه یادبود کوتاه توی تیتراژ یه چیزی نشون دادن. بازیگر آخر این لیست مرلین مونروه که احتمال میدن به خاطر نقشی که توی فیلم زن اغواگر داشت باعث مرگش شد. جنازه مرلین مونرو تو سال 1962 توی خونش پیدا شد و علت مرگش رو به طور رسمی خودکشی اعلام کردن، ولی تا امروز کلی تئوری‌های مختلفی راجبش بیان میشه. اون توی سالهای آخر عمرش نقشای خیلی سنگین احساسی بازی میکرد که دقیقاً بر اساس زندگی واقعی خودش بود و همیشه میگفت که هالیوود جاییه که بهت $1000 واسه یه بوسه میدن و فقط 50 سنت واسه روح و روانت. و اینطور که به نظر میاد نقشایی که مجبورش کردن بازی کنه خیلی روحش رو خورد کرد. مرلین شب مرگش با رئیس جمهور آمریکا جان اف کندی تلفنی صحبت داشت، اما بعدش تلفن خونش قطع شده بود و حتی یادداشتاش هم نبودن و تا امروز هم هیچکس دقیقاً نمیدونه چه اتفاقی اون شب افتاد. خب اینم از 8 بازیگری که به خاطر ایفای نقشی که توی فیلم‌ها داشتن جون خودشون رو از دست دادن. بعضیا همونجا توی صحنه مردن، بعضیا به مرور زمان روحشون مرد و بعدش جسمشون. اما به نظر خودتون مرگ بعضی از این بازیگرا واقعا ربطی به اون نقشی که بازی می‌کردن داشت یا صرفاً چون مرگ شطوریه که در خونه همه رو میزنه؟ اگه از این ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتین ویدیوهای دیگه این چنل رو از دست ندین، لایک و سابسکرایب رو بزنین که کمک خیلی بزرگی میتونه بهم بکنه. تا ویدیو دیگه مراقب خودتون باشین.